سرخط خبرها. باسترکین گفت تاجیکان هم باید به جنگ اوکراین سفربر شوند. از دادستانی روسیه خواستند پرونده زن تاجیک را خالصانه تفتیش کند و آمادگی کرمل برای پیشبری نامزدی پوتین در انتخابات. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 16 ینور است. وزارت معارف روز 14 ینور با نشر یک بیانیه رسمی گفت تعطیل زمستانه خوانندگان تا 20 ینور تمدید کرده شد. دفتر مطبوعات این نهاد نوشته است که با نظرداشت سرد آمدن هوا و با مقصد حفظ سلامتی تربیت گیرندگان و خوانندگان در مؤسسه های تا مکتبی و تحصیلات عمومی تعطیل زمستانه خوانندگان تمدید کرده شد. تعطیل زمستانه و 10 روزه در مکتب و کودکستان های تاجیکستان روز 1 ینور آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 16 ینور تمدید کردند. حالا وزارت میگوید که محصلین باید تا 20 ینور در خانه بمانند. در تاجیکستان چند روز است که هوای سرد طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه‌ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است. چون این هوای سرد در تاجیکستان 15 سال پیش و ماه ینوری سال 2008 به قید گرفته شده است. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است خارجیان از جمله تاجیکانی که شهروندی کشورش شدند باید به جنگ روسیه به ضد اوکراین سفربر شوند. الکساندر باسترکین در مصاحبه‌ای که نشریه دولتی روسیسکا گازета روز 13 ینور نشر کرد گفته است آنهایی که شهروندی روسیه را به دست می‌آورند نه تنها حق و حقوق در این کشور بلکه عهده‌داری‌هایی دارند که باید اجرا کنند. به قول باسترکین در 5 سال اخیر بیشتر از 1 میلیون نفر از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز شهروندی روسیه را گرفتند و 550,000 نفر آنها ساکنان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستانند. از این رو به گفته او باید مسئله سفربر کردن این گونه شهروندان به جنگ در اوکراین بررسی شود. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد. عین زمان بر اساس قانون‌های تاجیکستان هر کسی که در جنگ‌های خارجی شرکت می‌کند به جوابگری جنایی کشیده می‌شود. تاکنون 10 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین کشته و یا زخمی شدند. مقامات هم از شهروندان تاجیکستان خواستند که در جنگ روسیه به ضد اوکراین شرکت نکنند. تعمیرگران تلاش دارند خطای برق را در شهر و دهات ولایت آزاد شده منطقه خارکیف اوکراین برقرار کنند. در دهه مکاروی کار با احتیاط پیش می رود چون زمین ها مینه‌کاری شدند. همزمان اختیاریان ساکنان دهات را با آب پاک شده آشامیدنی و مواد سوخت تامین می کنند و با اینکه راه ها ویران و ولنگار هستند به دهات خوراک هم می برند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را همکارم خیرامان بخازاده تقدیم می کند. در منطقه آزاد شده خارکیف اوکراین سیمچوب‌های خراب شده برق را برقرار می‌کنند. ماه سپتامبر سربازان اوکراینی نیروهای روسی را از دهه مکاروی بیرون کردند. از آن زمان تامین برق مشکل شد. خودی مردم به ما میگویند که کدام خط خراب شده است. ضرور نیست که جستجو کنیم. آنها همچنین برای از غارت امین ماندن خط‌های برق یاری می‌رسانند. متخصصان میگویند در ولایت خارکیف علاقه 85% خطهای برق کار میکنند، ولی پیش از شروع کار در جای نو باید زمینها از مینه پاککاری شوند. 2 استای برق کشته و 6 نفرشان مجروح شدند. در حدود دهات وضع ترسناک نیست. در میدانهای باز خطرناک است چون مینه گذاری شده است. مینه های پلاستیکی را شناختن دشوار است. باید خیلی احتیاط کنیم. دوام 10 ماه گذشته در اینجا برق نبود. بسیار خرسندیم. بدون برق زندگی دشوار است. حال خیلی بهتر شده است. ولی هنوز هم بعضی منطقه ها بی برق و گاز میمانند. در دهه استار سالتیف ولایت خارکیف اختیاریان ساکنان را با هیزم و فیلتر آب تامین میکنند. این فیلترها 5 درجه پاک کردن آب را دارند. آب را می شود از هر جا، دریا، چاه و حتی از بحر گرفت و برای نوشیدن بی ضرر کرد. راه‌های نقلیات هم از نو برقرار می شوند.
این پول را در جنگ ها خراب کردند. حالا قیق خورده دهها با شهر خارکوف می پیوندد. ساکنان محله از شهر غذا می برند. من нав аз Харкив баргаштам. барои бачаҳо камтар банан ва барои модарам гул харидам. имрӯз зодрӯз дорад. гуфтам як тӯҳфа барам. در حالی که اوکراین کارهای عظیمی برقرارسازی را پیش میبرد، روسیه حمله‌هایش را ادامه میدهد. به گفته مقامات اوکراینی برای کارهای برقرارسازی نه کمتر از 325 میلیارد دلار ضرور می شود. دادستانی کل تاجیکستان میگوید از همکارانشان در روسیه خواستند پرونده پرسر و صدای یک زن تاجیک را که به قتل یک همکارش در مسکو متهم می شود خالصانه تفتیش کند. دادستانی روز 14 январ با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایت خود گفت وابسته به نوار لاتوکوب سیاره دوسایeva که در اینترنت نشر شده است بر اساس سازشنامه همکاری با روسیه درخواست ارسال کرده است. مقامات روسیه سیاره دوسایeva 36 ساله شهروند تاجیکستان را روز 4 январ امسال با اتهام قتل یک آشپز گرجی در جای کارش در شهر مسکو بازداشت کردند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش سیاره با آشپز و مرگ مرد گرجی از ضرب کارد در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و بحث زیادی را برانگیخت. همکاران سیاره با نشریه‌های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دست‌درازی مرد به زن آغاز یافته است. دادستانی کل تاجیکستان گفته است که تفتیش پرونده شهروند کشور در روسیه ادامه دارد. کرمل برای پیشبری نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات نوبتی پرزیدنتی آمادگی می‌بیند. نشریه کامرسانت روز 13 январ با استناد به منبع‌های خود نوشت که احتمال انتخابات پرزیدنتی روسیه ماه مارس سال 2024 برگزار شود. با نوشته رسانه‌های روسیه نوبسته به وضع در این کشور و جهان ولادیمیر پوتین در این انتخابات شرکت خواهد کرد. پوتین که از سال 2000 در کرسی رئیس جمهور روسیه نشسته است، تصمیم پیشبری نامزدیش را در انتخابات نوبتی هنوز رسما اعلام نکرده است. اما تحلیلگران سناریوهای گوناگون انتخاباتی را بررسی دارند. بر اساس تغییرات به قانون اساسی روسیه به ولادیمیر پوتین که سال 2024 دوره پرزیدنتیش به آخر میرسد امکانی داده شد تا در انتخابات سالهای 2024-2030 هم نامزدی خود را پیشبری کند. قرار است ماه سپتامبر امسال در روسیه انتخابات رئیسان ولایت و مجلس‌های محلی برگزار شود. ولادیمیر پوتین 70 ساله در سالهای 2000 و 2004 برای دو دوره رئیس جمهور انتخاب شد. او در سال 2012 پس از 4 سال یک قلعه‌بندی منصب پرزیدنتی با رفیقش دیمیتری مدودیف به کرسی پرزیدنتی برگشت. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بقازاده همراه می‌بینیم. 16 январи соли 1963 раҳбари иттиҳоди шӯравӣ Никита Хрушёв иддао кард ки СССР соҳиби бомбаи ҳидрогенӣ, як силоҳи пурқудрати кушанда гардид. 2 сол пеш аз он иттиҳоди шӯравӣ дар қутби шимол бомбаи ҳастаиеро бо қудрати 50 миллион тонна тарконд ки ба қавли таърихшиносон ҳадафаш тарс додани ғарб буд. Чунин озмоиш дигар барпо нашуд ва поёни соли 1963 СССР, Амрико ва Бритониё созишномаи таърихии адами озмоишҳои ҳастаиро имзо карданд. 16 январи соли 1979 шоҳи Эрон Ризо Шоҳи Паҳлавӣ дар авҷи рӯёрӯиҳои сиёсии кишвар ва оғози инқилоби исломӣ Эронро тарк кард ва бо ҳамин ба низоми шоҳигарӣ хотима дода шуд. 1 феврал Оятуллоҳ Хумайнӣ ба кишвар баргашту раҳбарии инқилоби исломиро аз Теҳрон ба даст гирифт. Ризо Шоҳи Паҳлавӣ ки сулолааш 54 сол дар Эрон ҳукмрон буд, тахминан баъди 1 соли тарки ватан дар Миср даргузашт. дар як пурсиши камсобиқаи афкори умуме ки ҳукумати Тоҷикистон барпо намуд, вуҷуди мизони баланди фасоду ришват дар сохторҳои давлатӣ эътироф шуд. натиҷаҳои пурсише ки январи соли 2007 дар китобе бо номи «Коррупсия дар Тоҷикистон» ва бо муаллифи Маркази таҳқиқоти стратегӣ муаррифӣ гардид, мизони баланди фасод дар миёни бозрасони автомобилӣ ва муассисаҳои таълимии Тоҷикистон интиқод шуд, вале ин таҳқиқот дар бораи эҳтимоли даст ба фасод задани сохтор ва
бонки миллӣ асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.